خلاص چی داده شوه؟ علما در هم اختلاف داره که آیا جنس داده شوه یا قیمت هم داده میشه. زیادتر علمای محققین میگه که نه، جنس داده شوه قیمت داده نشوه. بعضی علما میگه قیمت داده شوه به خاطری که جنس فقیر چی کنه؟ گندم در کجا بفروشه؟ من میگم نه، اگه کشمیش برش بخری چقدر خوب است. و باز میتونه که او را پس بفروشه و میتونه برای خود آینده بچه‌اش در عمر کشمیش ندیده بود، خرما ندیده بود، تو برش ببر، برنج ببر. نه جنس بده، چرا که در حدیث نص به جنس آمده، جنس دادن. جنس افضل شد، در روز عید افضل شد و برای کی داده شوه؟ مسکین داده شوه. به ملاها و به ایگپا دادن اگر مسکین باشه سیست حق اولیت داره، اگر مسکین نباشه تیلرش میگرده یک در کمپاین چی قطار امریکایا او اینجا صدقه فطر لیست جور کرده برش دیگه، این قطعا نیسته. یک ملا صاحب در یک جای بود لیست گرفته بود، مردم بیچاره را که محکم گرفته بود، اما مردم آمد برای من شکایت کرد، گفت میگه که مردم سری کلیتان صدقه فطر است. نصاب برای صدقه فطر به نزد جمهوری علما در حدیث ثابت نیست که نصاب داشته باشه با صدقه فطر بده. هر کس که توانایی دمی روزید از یک خوراک مسکین داشته باشه صدقه فطر سرش واجب است. چقدر توانایی داشته باشی؟ خوراک یک مسکین، خوراک 80 روپیه است، 50 روپیه است، 100 روپیه است، اینه میره داری بعد به مسکین بدی، اینه میره به مسکین بدی، خوراک یک نفر، اینه می توانایی را داری. نصاب نیست. خدا فقه حنفی نصاب گفته شرط، حالا که در حدیث قطعا نیستی نصاب. باز علی ملا صاحب خو که نصاب خو پورا نمیشه چی چلا پیدا کرده، میگه مردم زمین نداره، یک سیر زمین 5 لک افغانی است او نصاب خو 30,000 افغانی تقریبا میآید. این اثر شما هم فرض است. آمدن گفت مولوی صاحب این طور ما را محکم گرفته. میگه باز ما برش گفتم بری از پیش سوال که ما در منطقه استیم که زمین 1 لک افغانی است، تو در منطقه استی ملا صاحب و باغچه هم خبر دارم که اینی قدر دور و دراز باغچه است، او 5 لک افغانی است. اونجا بگو چی است؟ یک جریبش 5 لک است، خود منطقه ما 1 لک است. از ما که تو سرمایه‌دار هستی تو باید برای ما بدی. همینطور برش بگو. عجیب است. او ملا صاحب لیست مقرر کرده، از پیشت گله میکنه، در پیش روی مردم آبروی تا میریزانه. بعضی مردم ها پیدا شده برادر صدقه فطر اولاد خود برای ما پورا نداده. او برادر این مردکه غریب آمده همینجا در دمی مسجد آمده گریان کرده رو ایست، تو بریزی نمیدی و جای دیگه نمیدی. خب امیطور امی دیگه می شلغم، امی مردم امی ملا، امی مردم امی ملا. خب است یقین بکیانه این مردم فقط ده بوکس نپسی کنش ده بگو پرتو از پیش بگی باز پسان دستی تا بوسه میکنه. اگر برش گفتی که دین این رقم است از پشتی سر دنگ 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 چک چک کده رویست میگه ای فلانی تهمت سرت میزنه. این مردم یقینا حق نه پشتی حق میگیره نه پشتی حق میده و نه ایگا پاره میکنه. خوش بایسته که مردم یاره خوب تیله بده. در معینی که مرده شده تو برش بگو که حالا این پیسه کم است، 1 لک در دوره کفایت نمیکنه، 10 لک بساز شه که بیچاره یک همسه دیگه همسه مرده دار است، مردم چیز در رویش گفته نمیتونه بیچاره جمع کده 10 لک افغانی را جمع میکنه. در قدر قیمت خود اینمی مردم نمیفهمه، در قدر قیمت خود نمیفهمه. تو برش میگی دینینی رقم است سر تاپا زده رایسته، باز هنوزم برات میگه سری مردم دل بسوزان، تو را میگه سری مردم دل بسوزان. الله اکبر. دلسوزی من چون که دلسوزی سری مردم چیست؟ دلسوزی سری مردم این نیست که جیبیشه بگه بدون قیچی بزن، جیب کسی را بدون قیچی را میفهمی؟ قیچی میچی نه، آسان به نام دین بزن، به نام دین. الله رحم بکنه. خب اینجا مسئله فدیه بود و این مسائل فدیه را براتان گفتم که در یادتان باشه. خب حالی اینجا میگه اگر شما تطوع میکنه، چرا رمضان است یا کسی حاجتش زیاد است 1 چاره گندم چی میشه؟ خب میفهمی آدم مسکین آمده، خب موقع است، رمضان مبارک است، یتیم است، بیوه است، بیچاره است، نه 5 نفر هستم 20 روپیه 100 افغانی میشه، نه ایره 500 میدم. رمضان است صدقه اضافه میدم که حاجتی ازی دفع شوه. لا اقل برخمی 500 روپیه 2 سیر برنج خود گرفته بتانه قطی روغن امیدی خدا خوب به خوشی خود تیر بکنه. تطوع بکنی در وطن ما کسی تطوع کرده؟ نه. گفتم پشتی قیمتی منڈهی میگرده و 1 چاره گندم خورد کم 1 چاره خورد شدیده یا نه؟ خورد کم 1 چاره خورد کم.
و ان تصوموا خیر لکم، اگر روزه بگیری بهتر است برای شما، یعنی با وصفی که برای شما اجازه خوردن روزه به مریض و مسافر شده، اگر مشقت زیاد سرتان تمام نمیشه و موقع برتان است باز روزه گرفتن برای شما بهتر است. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانی که فضیلت روزه را که چقدر تاثیر داره، باز آینده گرفتنش هم سری آدم سخت تمام میشه. کلگی میخوره تو چی میباشی؟ روزه. این سری آدم با سخت تمام میشه. شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان، الذی ماهی است انزل فیه القرآن، که نازل کرده شده دو قرآن کریم. قرآن کریم در ماه رمضان آمده، بله، از لوح محفوظ در آسمان دنیا در بیت العزت یک مرتبه قرآن نازل شده، یک روایت است در اونجا نازل شده و ماه مبارک رمضان است. دوم ترجمه، شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان و ماه است انزل که آغاز یافته، نزول فی دایما القرآن، و از قرآن آغاز نزولش در ماه مبارک رمضان شده. آغاز نزول در ماه مبارک رمضان، تکمیل قرآن خود چند سال شده؟ در 23 سال. این ماه مبارک رمضان در سال دوم هجرت فرض شده و از او خاطر قرآن کریم هم در ما آمده. شرافت و تکریم و عزت ما را دیگه هم اضافه کرد و معلوم شد که در این ما کتاب آمده. کدام کتاب؟ هدی للناس، یک برنامه پروگرام جامع هدایت است، للناس، برای تمام بشریت. قرآن آمده تمام بشریت راهنمایی کرده میتونه. برنامه هدایت است برای کل بشریت. قرآن آمده دمی ما و این برنامه هدایت است. و بینات من الهدى، و دلایل است و دلایل واضح است، من الهدى، از هدایت. اینطور نیست که تنها احکام بیان کرده و برفلی، نه، دلایل واضح برای احکام هم بیان میکنه. نفس آدم قناعت میده. در روزه قناعت داد ما را یا نداد؟ کلش فایده کی بود؟ فایده ما بود. الله تبارک و تعالی به هیچ چیزی ما نیاز نداشت، کلش فایده ما بود. و بینات من الهدى دیگه، والفرقان، معیار برای تفکیک حق و باطل است. قطعی قرآن شناخته میشه که رای حق و باطل، فرقه حق و باطل، بگوی عملی حق و باطل، عملی درست و نادرست، توحید و شرک، مکمل امر قرآن شناخته میشه. معیار برای شناخت قرآن است. کتاب الله تبارک و تعالی سه صفت مناسبی این قرآن برای ما بیان میکنه. ماه مبارک رمضان است، قرآن آمده، برنامه جامع هدایت است، دستوراتی که در قرآن ذکر میشه سبب نیکبختی و سعادت انسان است. دوم، دلایل واضح برای هدایت است، برای ما دلایل واضح را بیان میکنه که کدام راه سعادت ماست. دو، سوم، والفرقان، معیار برای جدایی حق و باطل است. قطعی قرآن میتونی فرقه ها را جدا کرده بتونی که کدام فرقه حق است کدام باطل است. آیا ما قرآن امی صفتا را برش قائل شدیم تالی را در زندگی خود؟ مردم طول کردیم. مردم ما چه رقم قرآن میخوانه؟ ماه قرآن است، چه قسم ختم کرده؟ در 6 روز ختم کرده. اورم بربرک آلی باقی روزا دیگه اکثر مردم خونه میه، اموی که میه هم ملا صاحب دیگه این قدر ماشاءالله چالاک شده که در پشت سرش آفرین زده میشه، تریشل شده تریشل. ملا صاحب امروز در 12 دقیقه خلاص کردی، نوشی جانت، یا رخ الله در عمرت برکت برده. همینطور میگه نمیگه؟ حالا یا قرآن یا کدام قرآن چه قسم معیار قرار دادن که حق و باطل بشناسه. فمن شهد منکم الشهر، کسی که حاضر است از شما در این ماه، فلیصمه، باید روزه بگیره. روزه گرفتن به دیدن ماست یا به تکمیل شدن ماه شعبان 30 است. تو دیدی یا کسی عادل مسلمان دیگه دید، براپور موثق بری تو امو خبر رسید، آلی تو دیگه روزه میگیری. و من کان مریضا، کسی که مریض باشه، او علی سفر، ایره باز دوباره به خاطر میگه یا است که البته اونجا خو یک حکم منسوخ شد که فدیه دادن بود. البته خوردن روزه برای مسافر و مریض هم منسوخ شده باشه، الله میگه نه منسوخ نیست. و من کان مریضا، کسی که مریض باشه، و علی سفر، یا در سفر باشه، فعدت، لازم است بالای شمار کردن، من ایام اخر، از روزای دیگه. از روزای دیگه برش سرش لازم است که بگیره روزای دیگر. آلی برای ما اینجا الله تبارک و تعالی علتها را بیان میکنه. چرا این حکم الله روان کرد که مسافر و مریض خورده میتونه و این روزا کم است؟ علتها را برای ما بیان میکنه. یرید الله بكم اليسر، اراده داره الله تبارک و تعالی بالای شما اليسر، آسانی را. نه، چون که آسانی را اراده داره، از امو خاطر الله تبارک و تعالی بالای کسانی که توانمندیش نداره میگه که نگیره.
ولا یرید بکم العسر، اراده نداره بالای شما سختی را کی سر شما سختی بیاره او بگویه که هر نوع کی باشه باید شما بگیریشه. نه، الله تبارک و تعالی احکام خدا طوری مراعات میکنه که تو در سختی و حرج واقع نشوی. ولی تکملوا العدة، دیگه که شما کامل کنی شما را. چرا بعد از مریضی و بعد از مسافری بگیری؟ به خاطری که شمار روزه خود تکمیل شود. ولی تکبر الله علی ما هداکم، و دیگه شما بزرگی الله را یاد کنی به مو طریقه که هداکم الله براتان تعلیم داده. الله یاد کردن بری خود طریقه داره، از او خاطر از خود طریقه نمیکشه، بلکه طریقی که الله براتان تعلیم داده به مو طریقه الله را یاد میکنه. اینجا مراد از تکبر الله تکبیر تشریق است. تکبیر تشریق مثل که در عید قربان است که از صبح عرفه شروع میشه بعد از هر نماز تا عین نماز عید، نماز عید قربانه. در عید خرد در رمضان هم تکبیر تشریق است. با مجردی که ماه شوال دیده شوه از امو بیگاه شروع میشه تا وقتی که نماز چی ختم نشده، نماز عید ختم نشده، تکبیر گفته میشه. این تکبیر تشریق کلمات مختلف داره. مشهورترین کلمش چی است؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تاسف است او امری است که قطعا در وطن ما مرده. در وطن ما چیست؟ کسی هم سرش عمل نمیکنه، لیکن در یادتان باشه که در این رمضان عمل سرش بکنه. وقتی که ماه عید دیده شد آواز پخش شد که چی است؟ سبا عید است، نه اعلان شد. همونجا یک دفعه با آواز بلند بگه الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر. طرف عیدگاه که میره این تکبیر بگوی، بعد از نماز بگوی، دم خود عیدگاه بگوی. چرا؟ این تکبیر تشریق است، ولی در افغانستان تالی را عمل نشده سرش. اونمو حکم الله است که قطعا مرده. قرآن میگه از امو خاطر ما تکبیر عید قربان میگیم اما عید فطر نمیگیم. از او خاطر این آیت متعلق عید فطر است. چرا که الله گفت که در روزه اختتام پیدا میکنه، شما الله را به بزرگی یاد کنید. ولی تکبر الله که با تعظیم و بزرگی یاد کنی الله را علامه به مو طریقه که هداکم راهنمایی کرده، تعلیم داد الله برایتان. سعی کنید یاد الله است. امی یاد الله برای خود طریقه مخصوص داره. اینطور نیست که از جان خود ما بسازم حلقه بزنم پیر صاحب اونجا نشسته ذکر میکنیم. چی ذکر است؟ پیر کامل و مکمل است و که در یک لحظه تو را دو جهان میرسانه و که تو را اینطور میکنه و که در روز قیامت اینطور میکنه. مدح پیر صاحب کرده رایسته، سرا را شور داده رایسته، ایرنا میشه چی مانده؟ بگوی ذکر عبادت. کدام سنت آمده؟ پیغمبر همینطور القا میکرد، صحابه همینطور استاد میشد، پیر همین قسم بود. مردم برش می آمد در پایش سجده میکرد، باز پسکوی میرفت، باز جندی میگرفت. چه همین گپ بود؟ همین دین است؟ شما بگوید دیگه دین کدام میگه؟ قرآن خو میگه به اون طریقی که همین تکبیر گفتن ما میتونیم که یک روز پیش از چی بگویم؟ حالی ذکر الله چرا؟ چی بدی داره؟ ما 2 روز پیش بعد الله اکبر، الله اکبر بگویم چقدر خوب نمایان شوه. میتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ دین به خود حدود داره، دلیل داره. به سند و دلیل دین شده نمیتونه. ولعلکم تشکرون، و دیگه به خاطری که شما شکرگزاری کنی نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی را. چرا؟ به خاطری که کدام نعمت الله براتان داده او را در جای مناسب از پیش استفاده بکنی، نسبت نعمت به الله تبارک و تعالی بکنی، در مقابل الله عاجزی را ظاهر کنی، در زبان حمد و ثنای الله تبارک و تعالی را بگویی. یک ماه مبارک رمضان فرمان الله را تکمیل کرده ای، شکرگزاری الله را نکنیم؟ این توفیق کی بر ما داده؟ الله تبارک و تعالی. و اذا سألك عبادی، وقتی که از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام بندگانی ما عنی در مورد ما، فانی قریب، من نزدیک هستم، اجیب دعوت الداعی، من قبول میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که از من طلب داره، فلیستجیبوا لی، باید که قبول کنه مکمل احکامی مرا، فلیستجیبوا لی، اطاعت مرا بکنه بپذیره، ولیؤمنوا، یقینی کامل بکنه بی بالای ما، به ذات، به صفات، به افعال ما، لعلهم یرشدون، به خاطری که مردم رشد پیدا کنه، در راه هدایت برسن، باید بکنه. چرا؟ متصل رمضان مسئله دعا را ذکر میکنه. دعا و رمضان خیلی ارتباط قوی داره. یکی در وقت افطار، یکی در وقت پس شوی که تو میخیزی. مکمل انسان تعلقی خود با الله تبارک و تعالی پیدا کردن.
فلسفه دعا اینمیسته که انسان وقتی که از هم اسباب دستش کنده میشه اونموسته که توجهش طرف الله تبارک و تعالی میشه. از او خاطر دعا تو را میگیره با الله خوب پیوست میکنه در عالم مایوسی، در عالمی که هیچ اسباب ظاهری وجود نداشته باشه، در موقعی که تو دیگه سر رو پاچه شده ای بالکل نمیفهمی چی کنم، دعا تو را میگه که بله ذاتی هست که آواز تو را بشنوه. دمی عالمی که اسباب ظاهری وجود نداره مشکل تو را حل بکنه. دعای نمی فلسفیش است. یک دو قسم دعا ما داریم، یکی دعای عبادت، یکی دعای سوال. دعای سوال کدام میگه؟ ضرورتم پیش شده به الله عاجزی میکنم سوال میکنم یا الله مشکلی مرا حل کن. خب یک دعای عبادت است. ما مامور شدیم، ما شما در هر قاعده نماز دعا میکنیم یا نه؟ این دعای عبادت است. عبادت الله را میکنیم، مامور شدیم. پس از نمازهای فرض از پیغمبر علیه السلام مختلف دعاها نقل شده. کدام دعاست؟ بگوی کدام دعاست؟ دعای عبادت است. میگه این دعای عبادت است. دو قسم دعا داریم. الله تبارک و تعالی در اینجا مسئله دعا را به خاطر ذکر میکنه که ما نیاز داریم که روزه را تکمیل میکنیم، خصوصا شام اونجا بسیار عاجزی بکنیم، بگیم الله تو توفیق دادی این روزه، الله توفیق آینده عمر مرم بده که مثل که نفس خود کنترل کرده بودم در این روز در کل عمر نفسم در زیر کنترلم باشه. مثل که همین قسم پابندی فرامین تو بودم، همین قسم پابند فرامین تو در آیندم باشه. اینجاست که دعای انسان یقینا استجابت میکنه. از خاطر موضوع دعا را متصل روزه ذکر کرده. یک صحابی از پیغمبر علیه السلام سوال کرد یا رسول الله، یا آیا الله دور است یا نزدیک؟ چه قسم ما حاجات خود از الله طلب بکنیم؟ الله تبارک و تعالی آیات را روان کرد که اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. بس با بندگانی ما بفهمان که من خیلی نزدیک هستم. از الله کده کسی دیگری نفسی تم نزدیک نیست. الله از رگ گردن کدم چیست؟ نزدیک است. باز میگه کسی که از من طلب میکنه اجابت میکنه. میتونست اجیب دعوت الداعی، من قبول میکنم. در حدیث یک نیست، در حدیث آمده الله حیا میکنه که دست بنده خدا خالی پس روان میکنه، قطعا اینطور نمیکنه. هیچ دعای بنده بی اجابت نیست. در یک حدیث میگه بنده ما بسیار عجله میکنه، میگه که من دعا کردم الله قبول نکرد، حالان که الله قبول میکنه. یک دعام بی قبولیت نیست. خب بله گاهی اوقات همون چیزی که خود مطالبه میکنی همون چیز الله برات میده، یک گاهی همون چیز نمیده بلکه برای تو مناسب امر دیگه است. اینطور ضرر برای تو میایه که تو را تباه میکنه، الله در جای خواست تو همون ضرر است تو چی میکنه؟ دفع میکنه. دو سوم گاهی امی دعا را ذخیره برای چی میکنه؟ آخرته. چرا گفتم که دعا در حدیث چی میگه؟ هو العبادت، الدعاء هو العبادت. وقتی که فهمیدی که دعا عین عبادت است، عبادت کیفیت و طریقه داره یا نداره؟ داره. کیفیت و طریقش کی بیان میکنه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ما کدام کیفیت و طریقه و وقت و زمان برشتین کده میتونیم؟ بگوی شما بگوی میتونیم؟ نمیتونیم. پس آلی ملاصایبای ما که بعد از فرض نیمه روی خود دور میده و مقتدیا زود و امام زود اما لا مقتدیا این اعطای را در سنت خوانده و زود به خاطر که مقتدیا در دعا منتظر است میکنه. این را یک سند بر ما پیش کنه. دعا خو عبادت است. کیفیت عبادت خو پیغمبر بیان کرده. آیا پیغمبر همی کیفیت کرده؟ همی وقت خاص کرده در پشتی سری ازی؟ پیغمبر خو فرض میخوان، تسبیحات میخوان، میرفت در خانه هر قدر نفلی که الله برش مقدر کرده بود امو قدر میخوان، باز بعد از او در گوشه تاری یکی خانه هیچ کس قطش نیست، نه ریاست نه سمعت است نه خودنمایی است، بری خود علایده نشسته در خانه خود است، گناههای خودم پیش میکنه، نعمتهای الله هم پیش میکنه، به الله خدا عاجزی میکنه که الله سعی که این خانه جایگاهی بست، تو برم جایگاه مقرر کردی، شب آمده ما راحت شدیم رفتیم، چقدر احسان تو بوده که من کلی روز گشتم، زبانم کار کرد، چشمم کار کرد، گوشم کار کرد، دستم کار کرد. یا الله اگر همی زبانی من یک دفعه بند کنی گم شم چی بکنم؟ چشمم دیدن نتانه. احسان بزرگی تو نبود؟ او شکرگزاری تو در مقابل نعمتای تو به یک نماز ما بالکل هیچ کفایت نمیکنه. خب بله
اگر من عبادت تو را شب و روزم بکنم بازم نعمت توست. اگر تو توفیق همه عبادت نمیدادی من عبادت کردم میتونستم. اینی را مردم میگه دعا. اونجا باز دعا بکو که لذت دعا را بدانی. اونجا باز دعا بکو که تو بفهمی که دعا چی را میگه. اونجا باز تو در کده میتونی. اما مردم از عبادت ما چی جور کرده؟ عادت، رسم و رواج. مردکه اونجا موتر آران داره، در ملایمان قار است که زود چرا بس نمیکنی که موتر از پیشو میره. اوی میگه دوای بیمارا، دوای بیمارا، دیگهش دوای چیست؟ قرضدارا، دوای فلانی. او برادر این کدام دین است؟ تو باید تمام کیفیت عبادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدانی. او وقت تو باید دعا بکنی. دعای انسان الله قطعا قبول میکنه. خو کی قبول میکنه؟ اذا دعانی، وقتی که طلب کنه. یک آدم طلب نمیکنه کلی عمر در زیارت و زیارت گشته رویست، از الله طلب نمیکنه، چطور الله برش بده؟ خو الله خو میگه که هر کسی که طلب میکنه من قبول میکنم. گفته الله گفته که نه تو گناهگار هستی پیش من نبی. اگر بیایم برو در فلانی زیارت با واسطه از او پیش من بیا. همینطور سند کسی پیدا کرده میتونه؟ خیر این ملاهای نعوذ بالله بدبخت که مردم به قبر پرستی ها دعوت میده از کدام دلیل میگه؟ الله خو گفته که اذا دعانه اجیب دعوت الداعی اذا دعانه. هر وقتی که اذا، کسی که لغت عربیت صرف و نحو را خوانده میفهمه اذا برای عمومی اوقات است. عمومی چی است؟ هر وقت. حالت گناهگاریت است اگر حالت گناهگاریت نیست، در هر وقت الله دعایت قبول میکنه. نگفته که از تو را قبول نمیکنم پیشم نبیا. از الله که در رحمان ذات دیگه نیست. خب بله شرطا داره. شرط در خود داعی، شرط در خود دعا، شرط در کدام چیزی که تو طلب داری، هر کدامش برای خود شرط داره. کسی که دعا میکنه شرطش چیسته؟ آدم پابند دین الله باشه، آدم حرام نمیخوره، آدم یقین داشته باشه که دعایم قبول میشه، گمان نباشی، یقین داشته باش. آدم کسی باشه که عقیده توحید داشته باشه، شرک نکنه. این شرطای داعی است. در حدیث میاد بسیار آدمای ژولیده موی است که وضعیت ظاهریش تقاضا میکنه که می دست بالا کنه الله قبول میکنه، اما الله قبول نمیکنه. مسافر است، ژولیده موی است، حالت ظاهریش تقاضا میکنه که حتما الله سوالش قبول کنه، لیکن الله قبول به خاطر چی نمیکنه؟ به خاطر که خوراکش چیست، لباسش چیست، مسکنش چیست، بس کلش حرام است. امروز ما بسیار دعا میکنیم لیکن دعای ما قبول نمیشه. چرا نمیشه؟ از ماموری دفتر گرفته تا معلم مکتب امام رشوت خورده. میخوره نمیخوره؟ چرا؟ خوراکش. مردم ها حج به چی کردن؟ حرام. مردم ها مسجد ها را به چی جور کردن؟ حرام. مدرسه را به چی جور کردن؟ بس دیگه. از کجا خیلی دعا قبول کرده شود؟ پیغمبر میگه حالت ظاهری تر مردم که مسافر ژولیده موی است بعد دعایش قبول شود، اما قبول به خاطر نمیشه که آدم حرام خورده. قلب حاضر باید داشته باشی، باید عقیده داشته باشی که الله میپذیره، تو شک و تردد نکنی و دیگه عقیده شرک نداشته باشی.